دوستان عزیز، به همه مردم تاجیکستان و جهان اعلام میکنم که این کار بدبختی که ناخوشی که در روسیه رخ داد، یک بی پدر و قابل جان عزیز فرزند تاجیک چی کرد؟ خونی نوحق ریخت و شهید اعلی شد. خداوند جای قابل جان جنت کند. هر یکی ما فرزند داریم، هر یکی ما زندگی داریم، دیدیم حیات و آرزو میکنم که با مادرش خدا از این غم تیزتر برایم، برادرش بچه نسل شود، کوان شود و این غم روی دنیا گرفت، جهان گرفت. و من یک برنامه که در شهر نیویورک داشتم 22 دکبر برنامه من باز داشتم، یعنی برنامه نمیشه دیگه وقت نمیشه نصیب باشد و در روسیه هم برنامه داشتم باز داشتم. این کنسرت ها شدن میگیرم، لیکن غم مردم، غم خلق، ما هم درد خلقیم. و اینجا بچه های امریکا پول جمع کردن، خیلی پول کلان جمع شد و این پول برده پرویز جان، رحمت جان، سایحونه جان و دیگر برادرای من پول جمع کردن، برده این پول خدا خواهد به مادری زاری همون قابل جان میرسونن. این یک کمک از طرف فرزندای تاجیکستانی که در امریکا عمر به سر میبرند. جایش خدا جنت کند و الهی دیگر ما خیلی خبرهای شما نشنویم. و البته باوری دارم که حکومت روسیه این بدبختی که این کار کرد، اون بچه جزای یک عمره میتید، حکم قتل باید تیان. خیلی انسانی پستی حرامه که مردم جهان به تشویش آورد و همه ما در دلمون غم انداخت. برای این روح قابل جان شاد، جایی که جنت باشد. کنسرت ها دیگه وقت شدن میگیرن و همه مردم تاجیکستان سربلندی و با پیوندای قابل جان همدردی خودم اظهار میکنم.